سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه برنامه دیگه از بیا بسازیم در خدمتتون هستم. توی این ویدیو میخوام یه چرخه ساده درست کردن آرمیچر یا همون پنکر رو بهتون آموزش بدم. خب چیزایی که ما توی این آموزش احتیاج داریم یه آرمیچر است، آرمیچر یه دونه جاباتیه، حالا 2 تا 4 تا فرقی نمیکنه، 4 تا باطی قلمیه، یک کلید قطع و وصله و یه تیکه سیم کوچیک برای اتصال کلید قطع و وصل به یکی از پایه های آرمیچر. خب اول یکی از قطب های منبع تغذیه یا جاباتی رو وصل میکنیم به یکی از پایه های آرمیچر به این صورت. بعد اون سیم کوتاه هم وصل میکنیم به یه قسمت دیگه از آرمیچر به این صورت. خب یه تیکه از سیمی که اگه قطب منبع تغذیه اومده بیرون رو وصل میکنیم به یه سمت کلید قطع و وصلمون. از سمت دیگه وصل میکنیم به خود آرمیچر. پایش رو باید آزاد کنیم. به این صورت. به این صورت وصل میکنیم و پایه رو محکم میکنیم. خب بعد در آخر باتریامون رو جا میزنیم به این صورت و یه ملخک وصل میکنیم به آرمیچرمون. حالا ملخکایی که ما اینجا داریم مدل مختلفی داره. ملخک 4 پرده داریم، 2 پرده داریم، 3 پرده داریم. ملخک گونه‌های مختلفی داره، رنگ‌های مختلفی داره، کوچیک بزرگ داره. هر کدوم که شما خودتون دوست داشته باشین میتونید استفاده کنید و محدودیتی نداره و کاملا سلیقه‌ای و شخصیه. اگه این مدار رو ما درست کار کرده باشیم الان با زدن کلید بعد روشن بشه و می‌بینیم که پنکمون کار کرد و روشن شد به این صورت. حالا من برای بهتر شدن رنگ ملخک رو تغییر میدم تا شما مجدد ببینید و کاملا کار کرد. خاموش، روشن. به این صورت. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید که از ویدیوهای جدید باخبر بشین و به دوستاتون معرفی کنید. تا برنامه آینده و آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.